کدام بیمارخانه چه خیلی مزهش گریختگیه؟ نه بخیره مادر جان، شما یگان خواطر نشین. فقط شما با هم بیمارخانه استقلال بیاین. کم ترک فشارش بالانس دیگه ان شاء الله بخیره، خواطر نشین. شما تستر بیاین. شما کی میشه؟ با دکترم جا. با سوزه اخی بچم؟ سوزه ان شاء الله سوزه. خب فشار نداشت کو؟ خیر کم خیلی شده. بیاین تستر. کدام بالانس گفتین؟ بیمارخانه استقلال. کلی؟ کلی؟ سلام علیکم. سلام علیکم. مادر جان چی گپ تینجا؟ دکتر نورخانوف دلشاد شمایی؟ بله من مادر جان بله. پسری من در چه حالت باشه؟ ما مادری دلیر نورخانوف خودت فرزندتون به نهایت وزمی صبر کنید همش نرم می شود. چی باید کرد دکتر؟ باید آماده جاری تجلی بزنن در کار. همش نرم می شود مادر جان. رفته در اتاق کاری گپ میزنیم. بایلش دکتر جان. حالتی بیمار پسرتان به نهایت وزمین است. صدمه پیوسته گرفتگی، صدمه مفراطی گرفتگی در نتیجه صدمه واسه پوشیده که سفونه مینه سر، لطی مینه سر گرفتگی، شکست های استخوان‌ها، کوچه دست، خوب استخوان ساق، چنبر کاس، خوب زخم‌های به نهایت زیاد برداشته شده است. در نتیجه آسیب به نهایت خون تلفات کرده است. مادر جان ما چیزی که دست ما میکنیم به عمل جراحی تیار میکنیم بیمار رو و بیمار کمی خون لازم است. خون گروه چهارم به نهایت قنیاب است. اگر میتونه در خشت برو میتونه از بیار دوستاش میتونه رفیقاش یگان خون سپرن به مرکز علمی خون، در نتیجه به ما خون تقدیم میکنن. ما به بیمار خون چکونده و عمل جراحی میگذاریم. دکتر جان یا دو خشته برو شناسو یارو رفیقا هستن زنگ بزن دکتر. نخو کمی خونی پسری من یافت. فیلمی مذکور دوام دارد. برای دوامش را دیدن در کانال подписаться کنید. در نوار یک دانه لایک بذارید و در کامنتарیا دوام نویسید.